ممکنه که توی این قسمت شما اگر که یک سایت فروشگاهی داشته باشید به یکی از این ارورها برخورد بکنید. مثلا اروری که مربوط به SKU، MPN و یا GTIN هستش. SKU اصلا چی هست؟ SKU یک شناسه داخلی محصول شما توی فروشگاه خودتون محسوب میشه. همون شناسه کالایی میشه که ووکامرس برای شما قرار داده که شما این رو برای محصولاتتون و سری محصولاتتون معرفی میکنید. معمولا هم چیزی حدود بین 8 تا 12 کاراکتر هست و بدون اینکه حالا آندرلاین و یا دشی چیزی باشه. این رو خودتون تعریف میکنید. اگر اسکیمای این رو قرار داده باشید ولی خالی باشه، این خطا رو به شما نشون میده. حتی اگه این قسمت رو توی بخش ووکامرس شما خالی گذاشته باشید، این رو بهتون میگه که این محصولاتی که شما گذاشتین SKU ندارن یا شناسه کالا ندارن. قسمت بعدی چی هست؟ MPN چی هستش؟ MPN در واقع Manufacturer Part Number هستش. یک شناسه منحصر به فرد برای محصولات خود تولید کننده هست. مثلا چی؟ بذارین برم روی ورد و این رو روی ورد براتون توضیحش بدم. اینجا رو نگاه کنید. مثلا شما یک تیشرت دارید که جنسش کتون هست، رنگش هم نارنجی هست. میاین میگید که من این یک تیشرت کتان هست به رنگ نارنجی. این سری محصول مربوط به گروه سنی A هست که شما خودتون معرفی کردید. حالا یه سری دیگه هست که باز دوباره تیشرت کتانه و رنگش هم نارنجیه، ولی این سری سایزش مربوط به گروه B میشه. این همون MPN هستش که تولید کننده برای محصولات خودش بین حالا خرده فروش ها و انباردارها میزنه که مفهوم محصولش رو به راحتی بتونه برسونه. این مربوط به اون هست. حالا قسمت بعدی چی بود؟ بریم یکی رو هم ببینیم. GTIN همون بارکد محصولات هست. بارکد بین المللی محصولات هستش که معمولاً بین 8 تا 12، 13 و یا حتی 14 رقمه. محصولات ما ایران 13 رقم هستش و با پیش شماره 626 هم شروع میشه. یک شناسه بین المللی هست. توی رنکمز هر ستای اینها رو میتونید تعیین بکنید و توی بخش ووکامرس هم میتونید SKU یا شناسه کالا و GTIN هم خودش خالی گذاشته، میتونید بارکد محصول هم براش تعریف بکنید. پس هر کدوم از اینها جاش خالی باشه و یا به درستی تعریف نشده باشه، تو بخش پروداکت ارورش رو بهتون نمایش میده. خطای بعدی مربوط به ریویو و اگریگیت هستش. همین ستاره هایی که شما میدین، امتیازهایی که میدین، دیدگاهی که میذارید، اگر برای محصولاتتون شما بخش نقد و بررسی رو فعال کرده باشید ولی محصولتون هیچ گونه دیدگاه و امتیازی نگرفته باشه، توی این قسمت به شما نمایشش میده و میگه این محصول شما هیچ گونه دیدگاه و امتیازی دریافت نکرده. خطای بعدی مربوط به آفر و پرایس هستش. مربوط به تخفیف و زمان تخفیف هست. زمانی که شما برای محصولی تخفیف گذاشتید ولی زمان تخفیف رو مشخص نکردید، مثلا محصول 45,000 تومان بوده، الان دارید 40,000 تومان میفروشید، زمانش رو باید مشخص بکنید که از امروز، از فردا تا مثلا 15 روز دیگه و تا 1 ماه دیگه هستش. این زمان رو باید مشخص بکنید. خطای بعدی invalid price format in property price هستش که زمانی که اعداد رو به درستی درج نکرده باشید، قیمتی که شما مشخص کردید، اون فرمت قیمتی که مشخص کردید به درستی درج نشده باشه. مثلا شما گفتید من میخوام قیمت رو به تومان بزنم، خب در حقیقت باید 25 3 تا 0 باشه، ولی شما اومدی 25 ممیز 3 تا 0، 25 کاما 3 تا 0، 25 نقطه 3 تا 0. به این صورت مشخص کرده باشی، این خطا را بهتون نمایش میده. پس اعداد رو باید به درستی وارد بکنید.